کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنن یا الفبای سیاست را بلد نیستن یا الفبای غیرت را بلد نیستن. مذاکره با آمریکا را امام هم ممنوع اعلام کردن، بنده هم ممنوع اعلام کردن. با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیشه. با یک چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. چه مذاکره؟ بنابراین دعوت به مذاکره و اظهار مذاکره فریب افکار عمومی. We're having direct talks with Iran and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting and we'll see what can happen.